تیمکا نوجدارن ایرانه گوژه 12 نوجدارن پسپور پکتهن ل نخوشخانه گلان یا گشتی ل آکره چهار سریان نساخاندکن به شوازک خوب بخش بودم 4 روزان سرپرشتیار و تیم جبوی انارتی بحث پلانا خودکه یه تیم پزشکی تخصصی 12 نفره تیمکا پزشکی الولایت ایران هاتینه هماهنگی گل قنصل ایران و وزارت الصحه و رهبری ساخلمی دوه که ودگل رهبری ساخلمی آکر تنسیق کردی و خلق آکر بین مدرسه رو شول کن. الپیک هاتی احتمال 12 نوجدار تایبتمند دشولگی که مدرسه 3 روزا بودن که همراه برای مریضان مصرف بکنن. ولاتی ادگل هایداربون لهاتنا اوی تیم به کم قصدان نخوش خانت کنو قربالغ یکا زیده چه بویو جبر هجمارا زوریا ولاتیان دم کارکرنا و تیم سپیده و ایواریان و روژن بهم ودانجی بردوامه. بله اول که تیمکا پزشکی یا بسپور شکلات ایران گشتی آکر درایکا وزارت ساخلمی هرما کردستان دو رهبری گشتی یا ساخلمی پاریزگاه دو که و هماهنگی دیگر رهبری ساخلمی آکر افرو افتیمه گشتی کو 12 نوجدارن تایبتمند پیکاتیه افتیمه دبو ماوی 4 روزان ل آکر بیتن بو چهار سری کرنا حولاتیان اوی تیم درمان تایبت دیگر خو ایناینه کو همی به آوای که خوب بخش دبیتن کل دمجمر هشتونی و سپیده دست پید کردن دو شفتا پیکتن حتی ای که الدمجمر سیونی و دست پید کردن و حتی نه شبه و ماوی 4 روزه دیو بردام بید. ولاتی بیجن هبونا اوانتیمان ریو سفرین دریجین نساخان جبوی در و نزید کتو به درفت زانن ات اوان روژان دا خواب گهینن و نوجداران افتیمه به هماهنگی دیگر وزارت ساخلمی هرما کردستانه و کنسولخانه ولایت ایرانه سردانا کردستانه کریو ات پروژه وانا دایه قصدا کمپین پنابرانجی بکن لسنور قضایا آکره گهدار زباری NRT لقضایا آکره